الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر به ما سوال کردند که زنی که بسیاری وقتش برای تربیه کردن فرزند صرف می شود، نماز، ذکر، قرائت قرآن را به جا می آورد، غیر این درس مثال درباره شریعت اسلامی درس کردن وقت جدا نمی شود، لیکن یعنی درس کردن نمی تواند، لیکن در قلب یعنی درس کردن دارد، میخواهد که درس کند اما هیچ درس نمی کند. آیا این در آخرت یگان ضرری دارد؟ یعنی آیا در این آخرت در ندارد؟ همین رو با یک حدیث یا دلیل به ما بیان میکردید. بارک الله فیکی یا خواهر عزیز. یعنی معنای سخن خواهر این است که یک زن مسلمان خیلی که شایسته است به نهایت به تربیت فرزندش مشغول است. با غیر این نمازش رو در وقتش میخواند، ذکر قرائت قرآن میکند، اما در دلش دارد که درس خواند اما نمیخواند. آیا این ضرر دارد در آخرت؟ البته ضرر دارد. البته ضرر دارد. در تربیت فرزندم نه اونقدر ما غلو بکنیم که بر روزش نخود در یک روز 25 دقیقه گوش کردن درس نداشته باشید، که در یک روز، در یک شبانه روز 24 ساعت اینقدر مشغول تربیت فرزند باشید که 25 دقیقه وقت ندارید که سخن الله و رسول را گوش بکنید. همون زنان صحابگان، زنان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و زنهایی که عالم بودند و فرزند داشتند، البته اونها مشغول بودند، اونها هم فرزند، تربیت فرزند داشتند، زندگی داشتند، شوهر داشتند، ریزوگی شوهر رو البته از شما بهتر و خوبتر به جا می آوردند، اما از دین خود با خبر بودند، از توحید با خبر بودند، از شرک و بدعت و خرافات، از اصول دین خود با خبر بودند، از نواقض اسلام با خبر بودند، از لا اله الا الله و شرط و رکنهاش با خبر بودند. اما امروز افسوس که مادرهای مسلمان اینقدر مشغول به جمع کردن خانه، به ترتیب آوردن خانه، به تربیت فرزند، زیبا کردن فرزند، دوش کناندن فرزند و زیبایی خود مشغول شدند که حالا که این خوب است این خواهر قرآن هم میخوندند، بعضی خواهرها تماما قرآن هم نمیخوند، از یاد قرآن هم رفتن فراموش کردند، نمازشون رو به یک عذاب میخوانند اگر خوانند. اعوذ بالله من ذلک. پس کوشش بکنید هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی در قرآن و در سنت مردها رو به همون امر کرده است، شما رو هم به همون امر کرده است. البته استثنای بعضی از چیزها به مانند جهاد و غیر مسئله ها. قرآن سنت برای مرد و زن یک خیل است. آموختن اصول دین فرض عین است، برای مرد و زن یک خیل حکم دارد. آموختن مسائل طهارت و نماز و مسائلی که شب و روز است فرض عین است، به حال زن و مرد است. شناخت الله فرض است به مرد و زن است. شناخت لا اله الا الله فرض عین است به مرد و زن است. شناخت فهمیش نواقض اسلام فرض عین است به مرد و زن است. روز قیامت البته بی علمی انسان را خور میکند، ضرر دارد. کوشش بکنید خواهر عزیزم، کوشش بکنید. تربیت فرزند نباید پیش راه شما رو بگیرد. شما وقتی که از علم عقیدوی اصول دینی فرضی عینی که بیخبر است، چگونه فرزند خود را تربیت میکنید؟ بهترین تربیت این تربیت کردن فرزند در علم اسلام، در توحید است. وقتی که فرزند خود را در توحید تربیت میکنید، چگونه اون را به چی تربیت میکنید؟ مادران علما بودند، مادران عالمه بودند که فرزندشان علما شدند. مادران به نهایت به همت بودند که فرزندانشان علما شد. بسیاری از مادران تربیت فرزندان خود را خودشان دادند. تربیت قرآنی، تربیت ایمانی، تربیت اخلاص، این از جانب مادران بود. پس تو مادر موحده و عالمه باش و فرزندهای خود را عالم و عالمه تربیت بکن. امت اسلام به زنهای عالم و مادران عالمه و موحده نیاز دارد. امت اسلام نیاز به مادران موحده دارد که فرزندهایش را تربیت توحیدی بدهد. پس تمام حدیث هایی که دلالت
به آموزش دین میکند. تمام حدیث هایی که دلالت به فرضیت آموزش لا اله الا الله میکند، به فرضیت آموزش اصول دین میکند، همین دلیل ها و همین آیات هایی که قرآن و سنت است که ما در دیگر حلقه بسیار ذکر نمودیم، همه اش دلیل به شما خواهری از میکند که طلب علم بکنید و وقت خود را جدا کنید. هر کسی که میخواهد در همین روزها میتواند که جدا بکند. هر روز 25 دقیقه، اگر هر روز نشود 2 روز یک بار 25 دقیقه گوش بکنید. امروز طلب علم کردن آسان است، مثل قدیم نیست که شما یک کتاب را بگیرید 5 کیلومتر و 10 کیلومتر راه گردید. نه، اینچنین نیست. امروز یک تلفن خرید، به خاطر الله یک $100 یک تلفن خرید، در درونش یک برنامه تلگرام کنید، به خانه‌تون به یک طرف گذارید، در یک روز 25 دقیقه درس عقیده رو گوش کنید. اگر به فقه وقت نداشته باشید، اگر خواهید با 25 دقیقه فقه رو هم گوش کنید. به خاطر الله حرکت بکنید، کوشش بکنید. نخود امروز مردم نتوانند که به خاطر الله یک تلفن خرند به مقدار $100 یا $200 تا که از همون درس ها رو گوش بکنند، درس های علما رو گوش بکنند، به یک طرف خانه گذارند، دین خود را پیش برند. پس خواهرم کوشش بکنید که در روز آخرت حسرت و ندامت هیچ فایده ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.